سلام، خیلی خوش اومدین به اولین ولاگ هفتگی من در یوتیوب. این اولین باریه که دارم ولاگ میگیرم، پس اگر ویدیو عمودیه باید ببخشید. یکی از دوستای دبیرستانم ما رو دعوت کرد باغشون که خارج از شهره و خیلی زیبا بود. با هم دیگه نهار درست کردیم، دسر، نوشیدنی و اینکه بعد از مدت‌ها بین دوستای قدیمم بودم خیلی حس خوبی داشت. همه چی خیلی خودمونی و دوستانه بود. هوا عالی بود. اردیبهشت بی‌نظیره. جاتون خالی. از آخرین باری که موهامو رنگ کردم 1 سال میگذره و با توجه به گندایی که خودم توی موهام زدم یه موی چند رنگ داشتم، پس تصمیم گرفتم برم آرایشگاه و لایتامو ترمیم کنم. خب نظرتون چیه؟ من دوست دارم نظر شما رو راجع به موهام بدونم. لطفاً برام کامنت کنید. ویدیو بعدی میبینمتون.